سلام علیکم دوستان. به خدا قسم دلم برای مردم غریب میسوزه، خصوصا غریبانی که در آسیان در یک جا کار میکنن، مزد مهنتشون نمیتن، کیدتشون میکنن، پس از انجام کار کیدتشون میکنن. برادرها به حد گناه عظیمه، فکر آخرت کردن در کار، برای دو تنگش در آخرت جزی کردن در کار نیست. همون میمریم در دنیا برای گپ کار که امروز میکنیم جواب سوال داره. همه آدمایی که غریبن، مسافران، دورای پدر مادر، دورای وطن، به یک خاطر میبینن که کمتر زندگیشون بهتر و خوبتر شود. یا خیلی آنها قرض دارن، یا خیلی آنها مثال زندگیشون خوب نیست. شما نالای امورا میگیرین، نالای کودک امورا میگیرین، امورا کیدت میکنین. میفهمی که توجیک کیدت کردست در مسافری مسلمان. برادرو با زبان گفتن که من مسلمانم الحمدلله نه که دل سیاه داشتن. خداوند عاقل داناه، خداوند همه چیزا میبینه. بیاین یکدیگر از برای خدا دوست بداریم، یکدیگر از برای خدا دستگیری کنیم. من شما رو نصیحت نکرده استم، من خودم یک بنده گناهکار. من خیلی چیزی که مرا امروز روان کردن، ویدیو مثال چیزای وای به حد زیخ شدم، به حد مثال یک چیز سختی باید رسید. برادر حدیث است که مؤمن آن است که هر چیزی که به خود میپسندد با برادر مؤمن خود، با برادر مسلمان خود میپسندد. سلام علیکم.